یاد باد آن کس که یاد از دوستداران می کند. آنچه باران با زمینی تشنه کرد آن می کند. بیننده های ارجمند، السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان منظور شماست. راستی رجوع کردن به این بیت همیشگی بسیار خوشم میاد، از آن که برای انسان ها دانستن زندگی آن نفرانی که واقعا در کار و پیکارشان یک نقش گذاشتند بسیار جالب است. آن نفرانی که به برنامه ما دعوت میکنیم واقعا به نامش موافق نفرانی صاحب دل هستند، نفرانی که با خود کلباری بای زندگی دارند و موی سری خود را نه در آسیاب بلکه در آسیاب زندگی سفید کردند. و در صحبت امروزی ما استاد ارجمند ما سابقه دار خدمت دولتی استاد عبدالحکیم شریفی شریف، استاد شما را خوش آمدید میگم. و راستی من استاد ارجمند خود را هنوز از زمان دانشجویی هم میشناسم، چون یک نفر پداگوگی بسیار با مهارت، تشکیلاتچی بسیار خوب. زمانی که در تلویزیون کار کردم استاد در مقام‌های زیادی فعالیت کاری خدمتی دولتی بودند و بیشتر کارشان در سمت ایدئولوژی بود. صحبت ما در آن روزهای جریان میگیرد که استاد ارجمند ما جشنواره دارند، به سن مبارک 70 رسیدند و استاد ارجمند را اول من در آغاز شما را تبریک میگویم. استاد همیشگی صحت و سلامت همه خیلی گویم بردم و سالم و همیشه سربلند باشید و با حضورتون محفل های ما همیشه گرم باشد. استاد ارجمند، همین 70 سالگی رو برای خودتون چه خیلی احساس میکنید استاد؟ باورم نمیاد که به همین سن سال رسیدیم و برای خودم گمان میکردم آدمی که 70 ساله و اینقدر آدمی کهنه و اینقدر آدمی بسیار دیده، لیکن نامعلوم خودم رسیدم بدیم. برای منم خیلی باور کنیم نکنیم که این سرنوشت همین رسیدیم، شکر میکنیم که به سن 70 رسیدیم. بفرم آدم طرف کلان شدگر نسبت به خودش با نظر تنقیدی نگاه میکنه. فلان کار کرد نتونستم، فلانش نشد، فلانش. خیلی سبب‌های گوناگون، شاید که سبب‌های سوبیکتیو شخصا به خود انسان وابسته هم هست همین چیز. و همین برداشت من از این چه همین است که آدم باید کوشش کند که خداوند آن چیزی که داده است همون تا حد امکان پرره برای منفعت هم خلق و هم دولت و هم برای منفعت خودش استفاده بره. وگرنه یک از پدیده های ناشکری همین می شود که آدم از همه امکانات خودش استفاده نبره. بله تشکر. استاد همین از بچگی خود چی در خاطرتون مونده است؟ از کودکی در من خاطره های خیلی نیک، خاطره خوب مونده است. این دوره بیغش، دوره‌ای که انسان یگان تشویش ندارد. من از اون دوره فقط چیزی نیک در خاطر من مونده است، چون که اونهایی که در پسر من بودن اونها همشون پرونده همیشه نبیرگان و چای با غمخوری به اندازه فرا میگرفتن. ایرکه بودیم، ایرکه به معنای ایرکگی نسپرور یک تمام راکم زده نه، بلکه موافق زمان، موافق امکانات عائله، موافق امکانات همین چیز اگر ناز کنیم اگر نازم به برداشت. یک چیز به خاطرم مونده است، هم کوچه روز عید یگانت اما که عیدتون مبارک در یکشنبه بران میده. یک عجایب در یکشنبه یک چی شش خوردن ممکن بود. بله. کباب خوردن ممکن یا که یک چیزی دیگر. و اصلی این محل تو محل رفتن که کستمو 5-6 تومن پول پیدا میشه. و خود خاننگا نه کوچنگا این بنیت زمانه مناسبت کلانسون نسبت به کوده. یعنی بسیار وقت ما یادآور میشیم که پیشتر کلانسالو هم محله ها کودک دیدن که اگه بیادبی کرده یا که رفتن شده که البته تنبیه میدادن، نمیگفتن که فرزند معنی پدر مادر خودش نگاه کنه، لیکن خیرخواه و پشتیبانی هم میکردن، فقط تنبیهی نبود. برای همینم سونی وقتی اونها یک ایراد میگرفتن به جای قبول میکردن، چون که یارو نیکشون مودگی کو آدم نسبت ما غمخوار بودن و برای همینم ایرادشون همچون نشانه غمخوری قبول میکردن. یعنی یک چیزی عجایب ملیمون خلقیمون از بین رفته است. این خیلی زمانه همیشه است، لیکن اگر این مناسبت نسل کلانسال و نسل خرد ما باید نمیگوییم اگر یک به نظام معین درآورده شود، این البته جمعیت از برد میکنه.
خود ما بسیار درباره اختلاف نسل ها میگوییم که نسل جوان نسل کلانسال جوان نمیفهمد فهمده یا فهمده نمیتواند از جوان باشد کلان های گپشان میگن که خیلی حاکم گفتم میره کلان شدن یک راه یافتن زمانی آنها دیگر بود زمانی آنها دیگر و میخوام بسیار میخوام میگم استاد همین اگر به فعالیت کاریتان توجه کنیم من در آغاز برنامه گفتم که زمانی که من در شعبه اطلاعاتی کار میکردم از فعالیت هر روزی شما یک گزارش تهیه میشد چون در ولایت کار میکردید مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت شعبه ایدئولوژی اینقدر یک گویم شعبه که اینقدر تشخیصش بسیار چون که با تفکر مردم کار میکند استاد همین در کاری ایدئولوژی برای کارمند یا راهبر داشتن کدام خصلت بسیار شرط مهم است در همین ساحه معنویات و مفکوره کار میکردی انسان پیش از همه باید که انسان فهم باشد انسان ها رو قبول کرده تواند چون که شعبه که شما در باره سخن کردید این شعبه نامش قسم دوم نامش رشد جامعه بود رشد جامعه و رابطه های جمعیتی یعنی رابطه های جمعیتی پیش از همه پرتافتن همه گونه خصلت هایی که مثلا نسبت به شخص دیگر یا که حرکت دیگر یا که مفکوره یک نفر یا که بدبینی یا پرسنل عموما انسان ها رو و همه همون اشتراکچیان حیات جمعیت قبول کردن پیش از همه احساس بلند تحمل پذیری البته احساس بلند تحمل پذیری در کار است و از طرف دیگر موقع و اعتقاد مستحکمی مستحکم نسبت به دولت داری نسبت به من ساخت خودمون نسبت به خیلی زمان استقلالیت ما چه کردیم استقلالیت و وحدت و اعتقاد مستحکم آدم داشته باشه اگر اعتقاد نباشه اگر کار ایدئولوژی عموما کار کردن در کار نیست برای اینکه تو خودتون اعتقاد نداشته باشید همون اعتقاد به دیگران پیشنهاد کردن نمیتونید گذرانده نمیتونید مردم باور کنند نمیتونید که آن چیزی که شما میگید این حق است همین چیز از همه مهم بفهم در این ساحه همین البته به دانش نمیشود دانش از سیاست با خبر از اقتصادیات با خبر بودن از تمام حیات جمعیتی با خبر بودن برای اینکه در هنگام ملاقات ها یا هنگام من مشورت های گوناگون مردم سوال های میدن چون که مردم میخواد فهمد که ما به کجا رفته ایستاده ایم ما چطور به آن میرسیم من نقشه های ما همش معلوم نشان های زندگی و سیاست ما معلوم است لیکن چه میرویم با اون ما باید به مردم فهمان برای منم به دانش و به یک دلیابی مردم این شعبه کار کردن کار وزنی است. بله تشکر. واقعا انسان در همین مجرای زندگی گوییم میگن که زندگی پسی بلندی زیاد دارد به قول شاعر آزاد امینزاده میگن زندگی مانند دریا اوج دارد موج دارد گاه بر اوجش برآورد گاه بر قعرش فرارد گاه چون خس روی موجش بازی دارد میپرستن زندگی رو میگن شاعر. در زندگی از چه افسوس میخورید و از چه خوشنود هستید؟ خیلی افسوس از آن که بعضی کارها رو اجرا کردن نتوانستیم به همه آنها رسیدن امکانات بود لیکن با بهانه گوناگون نشد. مثلا خیلی مثلا رساله دکتری نوشتن ممکن بود و خیلی هم از این دست نکشیدم لیکن نمیخواد یعنی یک از افسوس خیلی اونقدر افسوس هم نیست چون که شاید به جای دکتری من مردم شناختگیش این علاقه به همین گرفت پله تراز رو زیر کنه نمیخواد ممکن باشه. خودسندی من خیلی بسیار همش نابرکت نمیشد از قناعتمندی از زندگی قناعتمندی از آدم هایی که من با آنها در زندگی واخوردم همکاری کردم خیلی بسیار است و شاید ساعتها در کار میشود که درباره هر یک انسان که در تقدیر من یک رول نقش معین بازده است یک بر من تأثیری چی خودش رسانده است این خیلی انسان خیلی چون که آدم به آدم زندگی کردن نمیتواند و من شکر میکنم که در زندگی من آدم های نیک هم قدیم من بودن و با من بودن. ما این لحظه از یک گویم جنبه نزدیکتر زندگی شما خواهند در موردی گویم شخصان نزدیک گفتید. پیش از همه من با قریبی در یک برنامه ما اشتراک کرده در موضوع اویله من میخواستم این یک فرصتی بسیار موافق است در موردی گویم که همین در زندگی شما نقش اویلی شما همسری مهربانی شما در کمالاتتان چگونه گویم برای خودتان شناختید؟ من کارمند دولتی کارمند علمی اگر
عقبگاه مستحکم نداشته باشه اگر نمیشه. تصور خودتون من گفته است ساعت ساعتی 6 نیم کار میریم، بیگاه ساعتی 11 12 خانه میبریم. این همش هم نادگی نگاه بینی اویل روز بردن روزگار تربیت بچگان این همش به ذمه انمونچی اویل میپرد. و وقتی که من به مسکو برای چی نشین رساله اسپرانتور 1 سال رفته بودم، همین 1 سال دامه شده اویلم بچه اون وقت من 4 فرزند گفت بین کردن و ولی باز وقتی من زنگ بزنم تو پولتون هست می؟ گفتم میپرسید با که خیر کن مسافری خدا بشکر. اگر عقبگاه همین عقبگاه من در سیمای اگر اویلم اگر مستحکم نمی بود شاید که من به بعضی کارها جرأت نمیکردم از زندگی خاطر باشد که خیلی چیز به دست میزنی. یک مقاله است که گویم پس هر مرد موفق یک زنی عاقله ساده است. خیلی درست. تشکر. بله. خب استاد من چون سخن در مورد اویله رفت، من یک نکته رو پرسیدین هستم. چون گفتید که صاحب 4 فرزند را تربیت و تعلیم دادید، صاحب خانه در کردید. استاد همین در تربیت فرزند بیشتر به کدام جنبه بیشتر توجه کردید و گفتید که معنی همین گوییم سمت باید بیشتر توجه کنیم که این مثلا آینده ساز است؟ من خملی است که مکارن که برای پداگوگی مشهور میگن که اگر تو خویی که فرزندت کتاب حدشم کتابش است، کتاب برای پدر و مادر دارد، حدشم لیکچر برای پدر و مادر میگه که باش با فرزندت باش. یعنی دون فرزند فقط حکم پدر و مادری نرانند بلکه خود رو در جای هم فرزند مانده بینن. یک کودی که خود رو به خاطر بیارن که در کودی که مشغول. ما بعضا میگن که بچه‌های حاضر ما ناراضی هستیم، شوخ میگیم به ترتیب میگیم چون لیکن اون شوخی‌هایی که ما میکردیم اینها چاکسی چارکش نمیکنن. باور کنید. من شبانه محله به داد گفته از این حوله به این حوله گذشته یک بازی داشتیم، همین دادگویان خبر میدادن که ما رفته ایستادیم، یعنی نماینده باید دسته این دسته جاهای محکم کن همین. یگان ته از حوله ها گذشت میرفتیم. یگان حوله چون که دیوار نبود کشلا بالی و وقتا یگان ته کلانسون لعنتی ها جیمشین تو نگفته است. کم نمیزه بچه دیگه بازی کرد است تموم. برای من بچه را فهمیدن این یک شرط های اساسی و چون که بسیار وقت بچه یک چیز میخواهد میخواد صحبت کند که در مورد بعضی نبیرای من سوال میتم، من از سوال و حیران میشم. اگر با آنها همراه باشید که بسیار چیز کشف میکنید و موافق این کشفیات خود با یک مناسبت میکنید. بله. تشکر استاد. خب استاد امروز ارزش ها تغییر خورده شده است متاسفانه. خب معلوم است که در شرایط جهانی شوی فرهنگ های بیگانه هجوم میکند و با ارزش ها امروز مشاهده میکنیم که آدمان از معنویات دیده بیشتر به مادیات توجه دارند و امروز ما اکنون کدام با اندیشه شما کدام کار رو در شرط اول گذاریم که اقلا ما تمام این موج رو ما گرفته نمیتوانیم، اما به هر صورت توانیم که یک مردم در فاصله کوتاه‌ترین توانند در شناخت انیمه ارزش‌ها و زود گوییم به اصل خودشان که چون مولانا میگوید هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری به اصل خویش نشود که در فرصتی برگشتن به اصل خودمون گوییم ما مشکلی داشته باشیم. بسیار سوال مرکب. بفکرم هر یک آدمی کلانسال، هر یک متخصص در این باره فکر میکنه که چی باید کرد و این سوال به جواب یخشلی داده نمیشود چون که ما بسیار عامل‌های به حساب گرفتیم ما در کار. این تاثیر این تلویزیون، اینترنت و هوکزا من بعضی چیزهایی که هست که نوگانی است و واقعا هم برای زندگانی انسان در کار پیشرفت جامعه و اسپورت میکنه در کار میکنه، لیکن از وجه خیلی استفاده بردن همین چیز است. بفرم پیش از همه ما وقتی که در مکتب کار میکنیم با سطح کارهای تعلیم و تربیت بلند، خصوصا کار تربیت بلند برداشتن در کار. البته بعد در مکتب‌های عالی هم کار تربیت بلند شد. حاضر مقام راهبر صنف و مقام کوراتور گروه با افسوس این تاکید میکنم که خیلی پس رفته است، چون که راهبر صنف هم چه هم خیلی
پیشوای ملت دوم تاکید میکنن که ما دوم نسبت آموزگاران و استادان غمخواری میکنیم و باید نسبت اونها چون موقع داشت بودیم تکمیل، لیکن خیلی شرایط زندگی میفهمیم همینا و بسیار وقت همین راهبر سینوکی کوراتور وقتی که با دانشجو که با خواننده کار میکنه و خودش به خودش تنها مونده ایستاده، یک چاره بینی های مقصدناک سلسله‌ای باید باشد. ما بسیار وقت کار تربیت رو از اشتراک در چاره بینی میفهمیم، لیکن خود بچه با تیار کردن چاره بینی تیار نمیکنیم. بچه خودش هم کار نمیکنه. باید حرکت کنیم که همین با زندگی با تمام مشکل‌هایش بچه خوب شناس کنیم و چقدر که من شعر آزاد میرزادی گفتی باید که همون موج پرتقال پرتوستان در کار باید و به کمک رسانیم که از چیزی بودگی خلاصه برآورده تواند، خلاصه ساخته نه بلکه واقعیت شناسد. برای تمام چیزا ما بیهوده با تشبث پیشوای ملت قانون جمهوری اسلامی درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند قبول نکردیم. این بسیار در اونجا همه ساحه ها سمت ها همش ساحه هایی که باید به این کار مشغول شدن و نشان داده شده است. اگر همه هم کارها رو میکرد شاید که امروز بچگان ما لگی اونهایی که راه گم کردن با اون راه نمیرفت. لیکن در مجموع من از جوانان امروزی از مکتبیان امروزی قناعتمند هستم. باور کنید امید بعد چیزهایی که ما باید تصور کردیم با هم میدونن باور کنید خیلی بعد یک چی اون چیزی که ما قبول کردیم آنها به حد امروز آزاد هستن. این اندیشه که پیشتر ما داشتیم کلانسا پیش به گپ بلند نگوییم یا ندویم یا که جایش نکنیم این خوب نیست. امروز این خوب است این تمام همه هست باید که هم کار کنه میشه و اندیشه ندارن که پیشمرگ آدم من عیب میکنه یا نه. همین آدما چی میگویند ما این خوب نیست، این نقص، یعنی این نقص است برای جوانان امروزی که به معنای اون که اونها به خودشون تعلق دارن. بچه امروز به خودشون تعلق دارن، یعنی اونها خودشون از تمام حقوقشون از تمام امکاناتشون پوره استفاده میبرن. لیکن اگر یک حد میدونستن همین حس میکردند و این از اون خودم که لیکن همین در جامعه در بین آدم حس میکردن که لیکن یک حد حدودش هست اصلا داشتم در کار حد کی معین کرده بود نشک اونها این اكون عنعنه‌های همین چی تربیه ما یک به خاطر آوردن در کار. البته در کار عنعنه تربیت من گفتم که مناسبت کلان سالان در کوی که ما چخیل بود. یعنی دیرسم پیشتاب زمان اویلمم گفت که محله وقتی شاورم در چی بودن پسرای من به نظرم میکردی محله بود سه فرزند پسرای یک دختر میخواد محله یک گنجرای های تو کجا رفت سی من دادم میگم بعد میگم من مثلا چی میکردم برای اینم همه یک جا کار کردیم ما در کار مثلا پیش از همه هدفهای معین کنیم خیلی هدف تعیین یک انسان کامل تربیت کردن لیکن راههای همین انسان تربیت میکردن این راه خیلی بسیار این دونستان در کار کردن در مثلا بله من با یک نکته بسیار بهتون من سخت معقول شد در موردی که واقعا ما همین قدر سو کار کرده همین مسئله به راستی صمیمانه میگم من چیزی که ثبت رفته است اگر انسان کار کنه و کاری خودش رو دوست نداره و به کاری خودش اعتقاد نداشته باشد مخصوصا در ساحه ایدئولوژی یعنی آینده این کارش رو دیده نتواند پس بهتر است که این کار رو نکند. بهترین بسیار خوب بود استاد تشکر. استاد شما نفری که خانه خدا رو زیارت کردید و بعدی اون خود رو چگونه احساس کردید که واقعا عادتا گویم یک مرحله بسیار گویم عجیب است که بیشتر با گویم عالمی روحانی هر یک کس ارتباط دارد که مثلا بغیر از اون که مثلا در سین سالتان شما حسابات میدید این گویم با یک عالم روحانی انسان باز یک طلبات های دیگر دارد که مثلا خود را چگونه احساس کردید؟ این سال به من چند رفیقانم هم داده بودند که آدم حج به رفت آمدن بعد چه میشود چگونه تاثیرات و چی میکنن. من چند نفر هم جا بودن هم جا اینجا تکرار میکنم که آدم به حج بسیار میگن که رفته من گناهش اشتامد پاکیزش آمد میگن به حج برای گناهش نمیره. آدم به حج که خودتون گفتید در نزد خداوند حساب دادن میره و برای منم و اونجا رفته یعنی زندگیش به چه باشد همون با اعتقادش رفته حساب میده. اونجا رفته من اسلام میشم یا دیگه که میگم من اینجا میگم این کارو میکنم نه و اگر همون اون چیزی که در نامه اعمال ما نوشته شده است و خودش علاقه تعیین رفتیم
گشتن با هم ادامه میدیم. فقط امید میکنیم که خداوند قبول شده باشد همین چیز. رحمت. استاد عزیز، همین شما نفری صاحب دل هستید، شما نفری صاحب قلم هستید، در تربیت هزار نفر شاگردای حصه‌گذار هستید. امروز هم گوییم در برابری گوییم کارهای گوییم حزبی، فعال حزبی بودن، همچنین در کاری گوییم تعلیمی قرار دارید. در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی خوجند غافروز درس میدهید و همیشه که انسان ها با گذشت سالها گوییم یک تجربه بوی زندگی می اندازن و بسیار خوب بودید که در زندگی خیلی آدمانی کسب و کاری گوناگون که واخوردم، بهره گرفتم، آموختم. در شما اندیشه نوشتن میموار پیدا شد؟ خیلی کنه آدم گاه که میخواد که یک خاطر باشه بخلم بعضی شیفو هست. ما همروی همکورسانمون یک کتاب برآوردیم به مناسبت 40 سالگی ختم ما دانشگاه دولتی تاجیکستان تمام کرده بودیم. کتاب نامش بقای زندگی. من امروز میبرم تو پرانش که خیلی شما یک روز نشون میتونید کتابه چقدر همه همکورس ما 54 نفر تمام کردیم، یک 10-11 نفر وفات کردن. خیلی درباره هم کمتر مواد دادیم و بعد با خواندن زنده ها همش درباره راه حیاتیش نوشت. از جمله من اونجا یک 20 همکورس هم به دیگه خاطره های نوشتگی که با همین همکورس من این کار شدگی بود. مثلا موی سرتراشان و وادی بخش به وقتی داماد شدن میخوام دست وای یا دیگه جا هم که مثال آوردگی خیلی حالی گفتی چی نصیب باشد بعضی کارهای حاضر پیش بیستادگی چون می‌نویسیم مالی. لیکن این حسیات هست. چون که همین طبیعتا انسان‌ها همیشگی با روندهای جامعه مثلا برخورد میکنه، همیشگی در ذهنشان همون تاثیر میموند و همیشگی در انسان اندیشه میموند که همین چیزی که نوشته میشد. من چند نفران صاحب دل که همسایه باشم همین گونه اندیشه هست. تشکر استاد. اصلا در انسان ها بیشتر شما کدام خصلت رو بیشتر میپذیرید؟ خوشبینی. هرگز آدمی که وای نمیشناسه نمیدونه یا دانیدم از وای گمان باید بودن در کنه. دائما باید که گمان ما از انسان ها نیک باشد. فقط همین نیک بینانه مناسبت کردن این آدم به گروه همه موافقت خون در جامعه موقع پیدا میکنم گویا دیگر انسان. ولی بعضا شاگردی من میگن که شما یگان کسی که کانفلیکت نمیرید. من میرم برای کار برای چی و آدم است، لیکن آواز بلند نکردم، آدم تحقیر نکردم، لیکن اجرای هم وظیفه خیلی وظیفه اجرا کنم. من چه بابا تحقیر کنم یا چیکار برای اینکه من هم انسان ها همش وقتی که به جامعه انتخاب کرده وظیفه گذاشته است پس آدمو میدونم و همین مناسبت خوشبینانه به هم دیگر که یگان چیز در پس پرده هیچ چیز نباید باشه. دانید که پس پرده خیلی خوب است. بله تشکر استاد. به قول مولانا نظر را نقص کن تا نقص بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. استاد ارجمند تشکر برای گویم اشتراک و شرح این موضوع. راستی در برنامه یک گویم عادت داریم برای آن نفرانی که واقعا صاحب دل هستند و در برنامه ما آمده واقعا برنامه ما را رنگ و مضمون تازه میبخشند. یک خواهش میکنیم که 3 مصلحتی شما برای آن بیننده هایی که بین آنها جوانان هستند، بیننده های جوان ما جوانان امروزی مصلحتی مفید شما کدام خواهد بود؟ یک مصلحت دست در نبض جامعه داشتن، شناخت جامعه و با جمله ناسازی هاش با جمله چیاش این جامعه همین وطن دوست داشتن. یکی همین چیز یعنی من برای چی نبض در همین دست در نبض جامعه داشتن میگم برای که باید فهمد جوان امروزه فهمد که این دولت چگونه دولت. شاید یک عائله علاهده گیریم، یک شخص علاهده گیریم کمبودی های زیاد دارد و آدم محتاج دارد. نباید که محتاجی کمبودی یک کس این باعثی نارضایتی از جمعیت و از دولت و از خلق باشد. یعنی همین نسبت خلق و خود اعتقاد داشتن. یکم دوم از خود کردن دانشگاه. من اگر بعد شاگردان من دیده ایستاده باشد میگفت که معلم گپشان تعطیل دارم، گفتم میگم این گپ. من بچه‌ها میگم که برای خال نخوانید، برای خال نخوانید، چون که استودنت‌ها افسوس که اکثرش همون بعد از امتحان گذشت همون فن تمام فراموش میکنن.
باید که دانشی که در مکتب عالی یا در مکتب گرفتی و باید که در همون باغچ تو چی میگن کنم باغچ باغ زنانی هم باید باغچ تو باید دائم محفوظ باشد. من دوم میگم برای چی من مثلا سین پیش 8 7 سال 62 60 خانه فیزیک میدونم محضورش میدم از خود فیزیک همون چی همون فاکولته فیزیک خوندم پرسم بعدش نمیدونم همین چیز یعنی وای امتحان سپردگی لیکن علم امتحان فقط برای داخل شدن و تارکدگی برای دانش جمع کردن نه. یعنی دومش دانش جمع کنن دانش فقط آموخته یک لحظه کار نفهمن دانش اندازه را دانش باید جمع کنن این دومش. سومش احترام همدیگه را یاد گیرن پسران پسروار مردوار دختران دختروار مناسبت کردن را یاد گیرن. امروز احترام دختر در بین پسران خودشناسی دختران در بین پسران خیلی پس رفته است. وقتی که دختر در رفتار و کردارش پسروار رفتار کرد میشه این نادرست است. یا که وقتی که پسرها همچون مرد دختر را در پناه خود گرفتن نمیتونند این هم نادرست است. بله استاد عزیز واقعا تشکر. این بسیار سه مصلحتی که مفید از جانب استاد ارجمند ما عبدالحکیم شریفپور اینجا صدا داد واقعا برای هر یک نفر که صاحب ذوق یک شایسته اندیشه کردن است برای خودشان یک لحظه تفکر کنند که چون در آغاز برنامه گفتیم نفرانی صاحب دل نفرانی با تجربه که تجربه زندگی دیدند آنها موی سفید را در آسیاب زندگی سفید کردند که پستی و بلندی های زیاد را دیدند تلخ و شیرینی و هپسی همه آن برای خودشان تجربه گرفتند. استاد برای اشتراکتان شما تشکر میگویم و در آغاز من گفتم که راستی ما در روزهای قرار داریم که استاد ارجمند ما عبدالحکیم شریفپور جشن 70 سالگی خود را تجلیل دارند با در احاطه دوستان پیوندان محبان مخلصان آنهایی که واقعا از استاد از سخنهای استاد از تربیت استاد بهره گرفتند. به این گویم سنه نیکی خاطرمان عمری استاد همه ما شاهد شریک هستیم و این یک ارمغان نامه سپاس ما استاد از شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم سپاسنامه به استاد عبدالحکیم شریفپور برای خدمت‌های شایسته در رشد معنویات جامعه معرفی و تربیت ارزش‌های بلند اخلاقی و انسانی اشتراک فعالانه در برنامه‌های تلویزیونی به استقبال تجلیل 70 سالگی زادروزشان با سپاسنامه تلویزیون اسم یک سرفراز کرده می شود. ما همیشه افتخار داریم که با چنین نفری صاحب دل نیکوکار خاکسار و صمیمی همکاری داریم. آرزومندیم که سالهای زیاد در آبادی این وطن عزیزمان تاجیکستان یک جای سهمگذار باشیم. دیرکتر گنرالی سیمای مستقل یکم عزیز اکرم خواجه تشکر زیاد رحمت سلامت باشید و راستی در انجام اگر یکم گفتنی یکم اگر سخنی داشت بید مرحمت. من تشکر میگم و برنامه های شما رو دوست میدارم. از جد اگر آگاه باشم البته میبینم. خیلی حاضر واسطه های اخبارات خیلی بسیار شدگی لیکن برنامه های شما که هر یکتش در جامعه امروزی مقام خودش دارد. برای اینم من به شما امید میخواهم دائما موفقیت یارتون باشد و کارگران دائما صحت سلامت باشد. رحمت سلامت باشید. بیننده ارجمند در همینجا فرصتی برنامه ما برنامه در صحبت صاحب دلان با یک نفری صاحب دل استاد ارجمند ما عبدالحکیم شریفپور به پایان میرسد. خیر خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.